ویدیویی که برای خنده ماندن اونم که یک منظره خنده آور بود و هم مصیبت آور بود. من همون هیچگاه فراموش نمیکنم. وقتی زنی را دیدم حامله‌دار بود، در همون کسیت حامله‌دار بود و همان شکمش آشکارا نمایان بود. یک معرکه هست، بچنان رقص دارد، حامله است. ممکن که همین روزهای نزدیک باید تولد کند، لیکن به نهایت همون معرکه رقص همون آباد گرفته است، رقص دارد. وقتی زنی که در حالت حامله با این عملهای درشت ناخوب وقتی دست میزند، فرزند او چگونه فرزند میشود؟ اگر وای دختر تولد کند، چی بچه تولد میست خودش یک رقاصه است، این چی دیگر؟ وای دیگر یگان فایده نه در اسلام و نه در جامعه نمیارد. اگر زنهای ما و شما در حالت همون فرزندها در شکمشان بدن، پرهیزکار باشند، با نماز باشند، خدا ترس باشند، انشاءالله از اون فرزند ما و شما در آخر یک برکتی میابیم. و الا اگر بیراه باشند، غیبتگر باشند، کوچگر باشند، از اون دیگه تو فرزندی خوب طلب نکن که زن به منزله زمین است. چگونه ای که همین زراعت ما و شما در زمین میپرتاییم که زمین و یک قوت میدهد، زمین و یک میرویاند، انا زنم به منزله زمین است. السلام علیکم. حضرت دامولا درباره همین مرده‌شویی هایی که در معرکه ها از کمبودی شخصانی مرده شده سخن میگویند، سیر آنها را آشکار میگویند، چیزی میگفتید؟ یعنی یک برادر از ما درخواست کردند که بعضی مرده‌شویی هست که مرده را میشویند و آن کمبودی هایی که در همون مرده هست در بین مردم آشکارش میکنند که بدن وی این گونه هست، بدن وی این گونه هست. آیا پیغمبر در حق اینها چی گفته است؟ پیغمبر میگوید من غسل میتا فکتم علیه غفر الله له 40 مرة. این حدیث حاکم است. پیغمبر خدا گفتند کدام شخصی که یک برادری مؤمنش را، مسلمانش را میشود، تازه میکند و آن کمبودی هایی که در بدن او میبیند و او را میپوشاند، خداوند 40 بار گشته و برگشته این مرد شوینده را، این غسال مغفرت گناه میکند اگر سیر این برادرش را پوشانده بگرداند. در دیگر حدیث میگوید که و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامة. این حدیث متفق علیه است. کسی که عیب یک برادر، کمبودی یک برادرش ستر میکند، خداوند کمبودی های این مرد در روز قیامت میپوشاند، در بین محشرگاه شرمندش میکند. هست در اصل مرده‌شویی های هستند که در بین مردم تمامی کمبودی هایی که اون برادر دارد وی را خبر میدهند. اولا برادرای عزیز، ما و شما باید دائم تیار باشیم. چگونه پیغمبر میگوید استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از آنی که مرگ بالای شما میاد، شما دائم آماده مرگ باشین. یعنی دائم کاری کنید که در بدنهای شما هیچ کمبودی نباشد، تا که بعضی از این برادرای ما و شما سیری ما و شما را آشکار نکنند و ما و شما را در هم عالم ارواح هم چکار نکنند، دقت ندهند، غم ندهند. مکن غیبت اگر عقل تمام است. سعدی میگوید این غیبت است. مکن غیبت اگر عقل تمام است، که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر، به عیبی کس کجا پرداز آخر. همان آدمی که سیر یک برادر آشکار میکند، چه از مرده‌شوش باشد، چه از معامله های زندگی ما باشد، چه در همسایه‌داری ما باشد، همون کسانی که وقتی سیر یک برادر آشکار میکنند خودشان به عیب هستند. وقتی اونها را سعدی میگه خودت نظر کن، تو سر به سر تو عیب داری، نقص داری، کمبودی داری، پس عیب یک برادر تا کجا میکاوی؟ کجا یک برادر تا تو شرمنده میکنی؟ حتی در بالای گناه برادر دیدی وی هم بنده است، وی به کمبودی و به گناه نمیشود، وی آشکار در بین مردم نگو. حاتم اعظم خدا رحمت و مغفرت کنه، چه یک اولیای بزرگ بودند که پیش وی میگد مردم بسیار مراجعت می آمدند، هر گونه مشکلات هاشون نزد حضرت می آمدند، بیان میکردند، حضرت به آنها توصیه های نیک میداد.
روز میگه یک پیرزن آمدن، یک کمپیر آمدن نزد حاتم اصم برای چی کمبودی زندگی داشته است. حضرت وقتی میگوید که نزد حاتم اصم در آمدن، اصم گفته عرب ها کر میگویند این لقب حاتم اصم همین کری از کجا پیدا شد؟ میگوید وقتی که همین کمپیر که نزد حضرت حاتم در آمدن، وقتی خواستن که میشینن که همین کمپیر بیچاره را بادش میگه بلند برآمد. حاتم میگوید اینو شنید و در حال گویا که نشنیده باشد. این پیرزن بی نهایت خجالت شد. دیگر قدرت نمیکرد که آن مشکلاتی که دارد نزد حاتم بیانش کنه. بی نهایت یک مقدار نشستن، حاتم هم خب بود، کمپیر هم خب بود. بعد این کمپیر گشته گفتن ای حاتم، گفتن من یک مشکلات دارم نزد شما آمدم. حاتم بینین، آدم مسلمان بینین، برای آنه که همین کمپیر خجالت نشود، سیری وی پوشیده بماند، به سوی همین کمپیر گفت، مادر گفت بلند گپ زن که من کر هستم. بلند گپ زن، این گفت من کر هستم. میگه این پیرزن باز بلند گفتن، باز حاتم گشته گفتن، مادر گفتن بخشیش زیاد، من بی نهایت کر هستم، بلندتر گپ زنید. این کمپیر میگه در دل خود شاد شد که این عمل مرا این حاتم نشنید و خجالتش از بدنش گم شد. میگه همین حاتم بعد این کمپیر رو از خانه جواب دادن، این کمپیر 15 سال دیگر حیات دید. 15 سال حضرت حاتم در بیرون کوچه حتی که کر میگشت و تمام مردم و یک کر میگفتن. وقتی این کمپیر از دنیا گذشت، باز حضرت حاتم میگه اصل اوله خود باز همون به مردم معامله کردن و همون گوشش نوای خود باز در بین مردم آشکار کردن. این از حق برادری. شرط نیست که هیچ آدم به کمبودی نیست. یگانه به نقص و به کمبودی همون ذات پاک است. همه شما گناهکار هستید. باور کنین اولادهاتون اگر ورق زنن چی کمبودی ها در اولادهای شما هست. شرط نیست دختری فلانی این تکرد، زنی فلانی این تکرد، بچه فلانی این تکرد، اینا عیب است، شرمنده میشید. این زبان خدا برای این نداد است که عیب یک برادر را آشکار کنی، عیب یک برادر را تو بجویی. این زبان برای این نآمده است. بی نهایت شرمندگی هست. السلام علیکم دامنای محترم. سوال من این است، بعضی از کسان در نماز با جامه و ریششان و انگشتانشان بازی میکنند، این چه حکم دارد؟ در اصل نماز این ستون دین است. نماز عبادت هست که مسلمان را از کافر جدا میکند. یگانه عبادت هست که بنده با خدای خود راز میگوید. باید که در حالت نماز ما و شما هیچ حرکت ها نداشته باشیم، به هیچ طرف نگاه نکنیم، نه به انگوشمان، نه به ریشمان، نه به جاممان باید که بازی نکنیم. دست های ما و شما زیر ناف بسته، چشم های ما و شما فقط به سجدگاه باید نظر کند، نه به هر جانب دیگر. این نماز است. پیامبر میگوید ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. شما خدا را چنان عبادت کنید که گویا که خداوند نزد شماست و شما را نظارت دارد. این چنین خدا را عبادت کنید. تصور کنید که خداوند نزد تو و تو را نگاه دارد. انا همین خیل عبادت کن. میگوید روز پیغمبر خدا نگاه کردن که یک توده مردم با ریشهای خود بازی میکردند. چی گفتند؟ گفتند لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. اگر دل همین بنده ترسننده به سوی خدا میشد، هر آینه این به بدن خود بازی نمیکرد. باید تمام اعضاهای ما از خدا بترسد در حالتی که ما در نماز راست نیستیم. حاتم اصم باز میخواهم یک قصه یادم آمد. همین حاتم اصم وقتی میپرسند که تو وقتی در نماز میخواهی که نماز خوانی چگونه نماز میخواندی؟
میگو وقتی نماز میشد من طهارت میکردم و در بالای جای نماز می آمدم، یک مدتی می نشستم که تمام اعضای من آرام گیرد. وقتی